سلام بچه گل، حالتون چطور؟ آقا من دراوکس هستم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو. دوستانی که من رو دنبال میکنن میدونن که من ویدیو آموزشی میذارم و قرار هست که بهتر حالا بشه، با کیفیت های بهتر و قشنگتر در دسترس شما قرار بگیره. آقا من یه ایده به دوستم دادم، دوستم یوتیوبره، یه ایده بهش دادم. گفتم آقا ما چرا این که رونویز اکانت گذاشتیم این همه بازدید گرفت، مردم ما رو دوست داشتن، مخاطبا، ما چرا تست کلن نذاریم؟ اصلا کلن درست نکنیم، کلن درست کنیم با تگ کلن، راحت پلیر جذب کنیم. تستش هم اونقدر سخت نیست. میایید به آیدی من پیام میدین که توی لینک همین کامنت های همین ویدیو پین شده، به آیدی من پیام میدید. چیز خاصی هم نیست، دوئل گان، شاتگان و چی و همین تموم. فقط اینا رو میزنید. حالا باید ببینم مومنتاتون خوبه، گانتون خوبه، شاتگانتون خوبه، سختگیری هم نمی کنم. فقط کاوری هم عالی باشید، کاوری هم عالی باشید دیگه، تموم. آقا شما تگ کلن رو بهت میدم، تگ کلن رو میذاری راحت. هر دیگه نباید تو بیشتر از یه روز آنلاین نباشی، همین. یعنی بیشتر از یه روز، ببخشید، تو 7 روز، 3 روز، 2 روز، حتی یه روزم نباید تو کالاف آنلاین نباشی. حتما باید تو آنلاین باشی. به خاطر چی؟ بله، به خاطر اینکه تو تابستونا قرار تورنمنت بریم، تورنمنت بین یوتیوبرها قرار اونجا بریم و اینکه جایزه هم داره 80 تا سی پی، 160 سی پی. اونایی که بخوام ببینم بازیشون خوب هست اونا رو میارم با خودم. دوستم که یوتیوبره تو کلن ما هست، اون ادمینه، من مدیر اون کلنم. و اینکه بهتون میگم که چجوری شما بتونید بازیتون رو بهتر کنید. آقا برای ما، برای من، چیزی که مهمه اینه که مغز بازی به خرج بدی، 2 کاور داشته باشی. مثل همین رفیقم که پشت سر من داره میاد، یعنی کاور رو عشق میکنی، یعنی فقط کاور میده. 3 اسلاید مومنت، چپ راست مومنت نزنی تو نوبی. مومنت بزن حرفه‌ای. درسته من آیپد پلیرم، ولی توی که موبایل پلیری، شاید مثلا موبایل پلیری هم باشه تو مخاطبای من، توی که موبایل پلیری اشکال نداره، ولی مومنت بزن. اسلاید چپ را جامپ. و اینکه چیز دیگه این که خواستم بهتون بگم اینه که شما 3 نکته گفتم. 4میش اینه که فوش بد ندید، دهنتون به فوشا عادت ندید. یعنی با همکلنیتون، مخصوصا مدیر و ادمینتون، یعنی همون لیدرتون، مهربون باشید، فوش ندید، بی احترامی نکنید به اعضای همکلنیتون. بعد اینکه ما کلا ظرفیت کلنمون فکر کنم بازم اگه پیام بدید من بینتون انتخاب میکنم. اگه پیامات زیاد باشه بینتون انتخاب میکنم که کی میتونه کی نمیتونه. خب اینکه بعد اگه انتخاب شد از من و دوستم چون میخواد بیاد، دوستم شما رو میاریم تو کلن، دیگه حرفی نمیمونه. و اینکه اونی که لایق تره رو میارم تو تورنمنت، حتی تورنمنت فرق. چون یوتیوبری دارم، چون یوتیوبر دوست منه، امیر گیمز کد، اون ما رو قراره ببره تورنمنت فرق. اینکه و اینکه
شما حتما باید ساب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید تو همین ویدیو که تست کلنه. بعد اونو برای من عکس میفرستید، میارید توی تلگرام. بعدش من یه امتیاز که بهتون میده همینه، ساب و لایک و کامنت میذارید. کامنت رو نمیخواد فیلم بگیر، یعنی عکس بگیری برای من بفرستی، فقط اون ساب و لایک رو از اون ویدیو داشته باش به من بده، یه امتیاز اونو میگیرم. حالا امتیاز بعدی چیه؟ امتیاز بعدی قبول شدن توی تورنمنت، توی تستگیری ما انجام میشه. و اینکه شاید زمانی من نباشم، حالا دوستم باشه. و اینکه دیگه همین، توضیحی ندارم. و اینکه میخواستم یه ذره باهاتون حرف بزنم و اینکه منو حمایت کنید. خیلی ویدیو قبلی رو ترکوندید، ویدیو قبلی که نه، 2 تا ویدیو قبلترش هم اولین ویدیو خودم، خیلی ترکوندید، واقعا دمتون گرمه. بهتونم دادم بتل پسو 80 تا سی پی هم قراره قرعه کشی کنم. ایشالله چهارشنبه ویدیوشو براتون میذارم، چهارشنبه هفته بعد یا شنبه بهتون میگم، توی یکی از پستام بهتون میگم. چون این ویدیو فکر کنم امروز آپلود بشه، این ویدیو روز چهارشنبه آپلود میشه، چهارشنبه ساعت 1 صبح فکر کنم اگر اشتباهی نکنم اینکه آپلود میشه. و اینکه توضیحاتو بهتون دادم. دیگه نمیخوام وقتتون رو میشه بگیرم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. می‌خواستم این بازی رو براتون بگم که آخرش چی شد. آقا این یارمون لفت داد، این دوستمون که ادمینه لفت داد. چون اینکه میدونی چرا؟ چون اینکه من مردم و الان اکتیویژن فکر نمیکرد من گلاگ داشته باشم، بخاطر همین اون لفت داد، علامت اسپکتینگ یور لفت داد. منم خوب گفتم این لفت داده، منم لفت دادم دیگه. یادم حتما تو یوتیوب بذار کامنت ها که من بیام پیام بدم بهت.